عملا نمیدونم جلوی دوربین چی بگم، چون با فضای دوربین الان خیلی غریبم. یه حس عجیبی دارم، یه حس نمیدونم متفاوت دارم. خیلی سختمه بخوام ویدیو رو بگیرم. ولی خب سلام بچه‌ها، حال دلتون چطوره؟ بعد از نزدیک به 100 روز فعالیت نکردن قراره که بعد از 100 روز ویدیومو بذارم داخل یوتیوب. بعد از 100 روز، چند بار گفتم بعد از 100 روز، یعنی این ویدیو بچه‌ها بدون ادیت میذارم دیگه، سوتی و اینا خیلی زیاده توش. 100 روز فعالیت نداشتم و 90 روز حدودا میشه، بین 89 یا 90 روز میشه که اینترنت قطع بود، که میتونم بگم واقعا خیلی سخت بود. یکی از این که اینترنت قطع بود، یکی جنگه که خدا رو شکر بچه همش برطرف شد و امیدوارم دیگه حالا نه جنگی باشه و قطعی اینترنت خدا کنه دیگه نباشه. چون بچه ماهایی که درآمدمون از فضای مجازیه واقعا نمیدونستیم چیکار کنیم. من خودم بچه عملا یوتیوبه که قطع بود، خب درآمد اصلیم دیگه فضای مجازیه، اینستا یا یوتیوب. از این دوتا یا تلگرام درآمد دارم، تلگرام مثلا حالا فروش اکانت و اینها، و این همون تبلیغات و اینا که دیگه اکثرا میدونید. ولی این توی این 100 روزی که حالا نه من فعالیتی کردم و 90 روزی هم که قطع بود، عملا بچه من بیکار بودم و شغلم شده بود این که فیلم نگاه کنم. یعنی تنها شغلی بود که من داشتم فیلم نگاه کردن بود، که خدا رو شکر بعد از 90 روز بالاخره اینترنت وصل شد و میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم و امیدوارم دیگه قطع نشه و همچین مشکلاتی پیش نیاد. چون خب یه سری بچه ها بودن که پی سی هاشون رو فروختن، خبر دارم، یا بعضی ها بودن که تبلت، دوربین، نمیدونم خیلی چیزا بود که فروختن به خاطر خرج روزانه شون، یا خرج خانواده بعضی ها میدادن، یا اجاره خونه میخواستن بدن، خیلی چیزا. و اینکه دوربین بچه یکم سخته نگاه کردن، واسه همین شاید این دیگه اون طرف کنم، یکم واسه هم سخته. خیلی کسا بچه من توی زندگیم الان شناختم، خیلی یوتیوبر رو شناختم کلا، و حالا اسمشون رو نمیگم، ولی خیلی ها بودن که احوال منو نپرسیدن و خیلیشون هم احوال منو پرسیدن توی این شرایط و خیلی هاشون رو شناختم. و اونایی که خب بالاخره احوالمو گرفتن یه تفاوتی داره با اونایی که احوالمو نگرفتن. بالاخره اونا شاید مثلا در حد یه دوست باشن، ولی اونایی که احوالمو گرفتن مثل یه رفیقن واسم و خیلی تفاوت داره. و توی این جنگی میتونم بگم خیلی ها رو شناختم. و در مورد فعالیتم حالا نمیدونم اینترنت پایدار بمونه یا نه، ولی امیدوارم که پایدار بمونه و ما بتونیم دیگه کارمون رو شروع کنیم. من از فردا بچه ویدیو و حالا استریم که بتونم شروع میکنم، تنظیمات استریم رو اوکی کنم، شروع میکنم استریمو. و در مورد گیم یه صحبتی داشته باشیم. گیم آپدیت شده و حالا خیلیاتون شاید ندونید گیم Oh آپدیت کردم. man, من در حالا I should have روی finished those deep fried این chicken اکانت wings from فعلا last چیزی night. نداشتم که بذارم، یه اکانتی Starving. فعلا نداشتم. حالا بعد یه اکانتی هم بگیرم اگر شرایط دیگه اوکی بود. فعلا بچا بدون اکانتم تا بدونم شرایط اوکیه یا نه. اگر که شرایط دیگه بچا ثابت و پایدار موند 100% حالا یه اکانت اوکی میگیرم. این از این. و فری فایر هم یه سری تغییرات کرده، بالا بهتون نشون میدم و یه صحبت دیگه بکنیم. بعد تغییراتی هم که داخل فری فایر اومده بهتون نشون میدم دیگه، ویدیو به پایان برسونم. یه صحبت دیگه هم که دارم بچه‌ها اینه که توی این شرایطی که الان اینترنت وصله، هوای همو داشته باشین. لطفاً بچه‌ها هوای همو داشته باشین. نمیدونم دیگه چجوری بگم، داشته باشین. خیلی‌ها که فضای مجازی دوباره میخوان شروع کنن بچه‌ها هواشون رو داشته باشین و بهشون سخت نگیرین توی این شرایط اقتصادی، چون باید هوای همو داشته باشین بالاخره کلا. یعنی اصلا همه کلمات دارم تکراری میگم و همین دیگه بچه‌ها. و فقط میتونم بگم خدا رو شکر که اینترنت وصل شد، این کانفینگای 1 میلیونی برطرف شد. فقط قیمتا فوجه بار بود. یعنی در مورد قیمتا من صحبت نمی‌کنم. 1 میلیون میفروختن یک گیگ 1 میلیون. الان 1 گیگ گذاشته توی یه کانال 3000 تومان. خدا کنه اینترنت ها قطع نکنن که همچین کانفینگایی دوباره بخوان بفروشن، که اصلا من دیگه رد میدم واجی. خب در مورد تغییرات گیم که بخوام بگم بچه عملا گیم فیلتر تقریبا، و خدا کنه حالا گیم هم رفت فیلترش. فیلتر اونجوری نیست ولی پینگا بچه ثابت نیست و حتما باید از کانفینگ استفاده کنین که بتونین بچه پینگ ثابتی داشته باشین.
حالا مثلا من تغییراتی که توی گیم بهتون نشون میدم، استارت نمیتونم انجام بدم چون که بچه فیلتری که زدم استارت نمیشه و مشکلمون اینه فعلا. ولی خب تغییراتی که توی لابی کرده ببینم بالا میاره، حالا اگر که بیاره کارت کاستوم چه سمیه خدا یا نجاتم بده. ببینم بالا میاره من تغییرات رو بهتون نشون بدم و استور بعد تغییراتی کرده باشه. آها بچه یه تغییراتی که کرده اینجا دیگه آیکونا رفت، حالا نمیدونم به خاطر اکانت فیک نیست و این جمع چیه لول 4 بعد باشه من بالا نمیاره شت. و اینکوباتور اومده، اینکو دیگه یادم نمیاد خداییش اینم لول 6 خدایا، یعنی جمعش حالا به لول ربط بده. عجبا. آها با خاطر لول هم نمیتونم اینا رو بیارم. عجب ای بابا فکر کنم تغییرات جدیدیه، ولی خب اسکار جدید 100% و اینم که هیچی. ببینیم داخل اینجا چیزی هم اضافه شده یا نه و چیز خاصی هم نیست اینجا و نه دیگه، نه اینم بوده فقط اینجا یه تغییراتی داشته، نه دیگه چیز خاصی نیست. اینجا هم ما ببینیم چیز خاصی نداره، تخفیفا که بودن میشه، اینا هم که میشه بود. فقط ببینم کاستوم ارزان شده گرون شده چی شده، کاستوم هم نیست. حالا بعدا نگاه میکنیم و انگار کاراکترم با سکه میشه خرید، نمیدونم سکه میشد خرید یا نه، فکر کنم میشد آره، و هم با سکه الان میشه خرید. و آها بچه کاراکترها پولی شده، کاراکتر یادم رایگان بود الان دیگه با پول میشه بخرید که خوب. فکر کنم بعد سطح این نمیدونم یادم نمیاد آجی واقعا الان یادم نیست هیچی. و ببینم این چیزای جدیدی هم اومده اینجا و اوه بد نیست، این جدیده بد نیست، موش خوبه. و اینم که خاص شده بود، اینم حالا من دانلود ندارم کامل و تغییرات خاصی انجام نشده، ولی توی لابیش که من رفتم میگیم بهتر شده کیفیت و FPS هم که این بهتر. حالا FPS باید درستش کنم که اوکی تر بشه. ببینم استارت یه لحظه من ببینم اینو میتونم استارت کنم یا نه، ولی بچه گیم استارت نمیشه و صبر کنید و یه سری کانفینگ اگر میتونید بچه خریداری کنید و فکر نکنم استارت بشه. آره بچه فعلا با نت عادیه دارم استارت میکنم بک میخوره، میگم که استارت نمیشه و این یه مشکل است که اگر این یه مشکل هم بچه ها رفع کنن عالی میشه و این اروره میاره که من هرچی بزنم دیگه همونه. و ببخشید بچه ها سرتونم در آوردم، همین دیگه. اگر حرفی حدیثی داشتین بچه ها، اگر سوالی داشتین حالا در مورد فعالیتمون و اینا، یا حرفی داشتین یا سوالی در مورد گیم داشتین میتونین تو کامنت ها بپرسین، من بهتون جواب میدم. همین دیگه بچه. امیدوارم که فقط یا اینترنت دیگه قطع نشه و گرونی هم بچه دیگه همین باشه، یعنی قیمت دیگه ثابت بشه، خدا کنه دیگه تورمی نداشته باشیم. امیدوارم البته همین دیگه. به زودی استریم ما شروع میشه، چیزی دیگه نمیمونه تا ویدیوهای بعد بچه بدرود.